خب رفقا سلام، چه خبرها؟ روبرای این ردیف این من بهروزم، در خدمت شما هستم با یه بخش دیگه ای از این چیه باز شده؟ عجیب بود. با یه بخش دیگه ای از از قسمت آهنگسازی. یه مقداری هم صدام گرفته ولی هیچ مشکلی نیست آقا. یه بیت زدیم، بعد میخوایم با هم دیگه توی این ویدیو بریم این بیتو بازش بکنیم، ببینیم درامز و ملودیاشو کارهای اداریشو چطوری انجام دادیم که شده این بیت. یه آب نمات هم از توی دهنم، خیلی هم بانمک. بریم که داشته باشیم قسمت. بریم با هم دیگه تک تک اجزا رو ببینیم که به چه صورتی ساخته شدن و با هم دیگه مورد بررسی قرارشون بدیم. یه لایه دارم پیانو ملودی اصلی من، خب چیز خاصی نیستش. یه آکورد ساده ای مینور گرفتم. اینا اول پایین بوده به خاطر اینکه نوتا خیلی به هم دیگه نزدیک بودن. من یه اکتاف دادم بالا. خب اینا رو هم اگر بخوام بیارم پایین، اومدم یه آکورد گرفتم و بعد از اینکه آکورد گرفتم اینا رو دوباره یه اکتاف بردم بالاتر و آکورد وسطم یه اکتاف بردم بالاتر که فاصله بین نوت ها بیشتر بشه و اون فضای اکولایزرمو بیشتر بتونم پر بکنم، اون فرکانس اکولایزریمو بتونم ملودیمو اصطلاحاً حجیم‌ترش بکنم. میزان بعدی یعنی در واقع توی میزان 8 اومدم این آکوردو یه اکتاف دیگه، یه اکتاف نه تقریبا اومدم گذاشتمش روی نوت سی، یعنی دقیقا روی نیم پرده سی و بی. اینو آوردم بالا که یک تفاوت صدایی ایجاد بشه. اون موقع میگفت دن دن دن، اون یه دن 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 بردش بالاتر. یه چند تا نوت هم گذاشتم این بالا باشه. اوکی، خیلی عالی. این 4 میزان اولم برای اینترو اومدم مکیونیکش کردم، گذاشتمش توی اینترو که شده در واقع این. همینه. ملودیای بالاترش هم حذف کردم. بریم سراغ پدش. پدم آوردم یه اکتاف بالاتر که اختلال فرکانسی نداشته باشم و ببین اختلال فرکانسی که در واقع وجود داره، ولی موقعی که من یه اکتاف میارمش بالاتر یا 2 اکتاف، بستگی داره به صدایی که من دوست دارم، قاعده مشخصی نداره. این باعث میشه من دستم توی میکس بازتر باشه، کارم راحت‌تر بشه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادم اومدم چاپ کردم، اصطلاحاً اینا رو اوریس زدم. اینا اول اینطوری بوده، اینا با هم دیگه وصل بودن در ابتدا. بعد اومدم اینا رو چیکار کردم، بریس زدم، چون نمیخواستم همه این صدا با هم دیگه پده نمیخواستم کلن باشه توی ملودیم، میخواستم یهو بیاد بره. میبینی یهو پده میاد میره، یه فازی میده، یه جوی به کار میده. یه دونه هم استرینگ اومدم قرار دادم توی تقریبا پارت سوم ورس. خواستم از اون یک نواختی کار در بیاد و یه مقداری کارو ببرم بالاتر. اومدم یه استرینگ اضافه کردم بهش.
نوتش ایه. از 2 نیم پرده صلح و فا دیز استفاده شده. هم استرینگش بود. بریم بانکای صدایشون رو من بهتون بگم از چه بانکایی استفاده کردم. خب از بانک آمنسفیر استفاده کردم. پیانو رو میتونید آمنسفیر رو دانلود بکنین، هم میتونید نسخه پولیش رو خریداری بکنین و هم به قول معروف میتونید نسخه قفل شکستش رو از سایت های مختلف میتونید تهیه بکنین. خب اومدم از آمنسفیر استفاده کردم، از بانک صدای کی اسکیپ و ریچ بلد یه همچین صدایی داره. به ریوربیناش دست نزدم، یه مقدار کالرش رو کمتر کردم که یه مقداری یه کوچولو بمتر رو از اون حالت شفافیتش کم کردم. بعد توی توییکش اومدم روی حالت مانو قرار دادم، اگر اصطلاحش رو درست تلفظ کرده باشم رو حالت مانو قرار دادم یا مونوش کردم به گفته خودمون، کار خاصی نکردم. و توی پد هم اومدم از ایکسپند استفاده کردم. ایکسپند 2 من همیشه از VST استفاده میکنم، فوق العاده است برای صدای پدا و استرینگ. همه چی داره دیگه توی این بانک صدایی، همه چی داره، پرکاشن گرفته، استرینگ، وکال، پد، همه چی داره، هر چی دلت بخواد داره. اینم میتونی تهیه بکنی. برای استرینگ هم اومدم از VST. بچه توی پلیلیستتون رو هرچی کلیک چپ بکنین توی چنل رک بهتون دقیقا همون ترک رو نشون میده. برای استرینگ هم اومدم از VST آنالوگ لب استفاده کردم. آنالوگ لب بی‌نظیره، من میپرستمش، فوق العاده است. بعد برای ملودی جدیدم توی کارس اومدم از کانتکت استفاده کردم، بانک صدای ایکسهیل. این هم ایکسهیل هم خیلی دوستش دارم، قدیمی زیاد دیگه من ازش استفاده نمی کنم ولی یه فازشو گرفتم و استفاده کردم. بعد این بانک صدای ایکسهیل خیلی باحالیه. توی این بخش مثلا شما میتونین گامتون رو مشخص کنین. من گامم ای مینور بود، مشخص کردم، رو حالت مینور قرار دادم، اوکی رو زدم و نوتام هم انتخاب کردم و صدایی که دوست داشتم و خب بریم سراغ درامزش. اومدم برای اینترو از یه هت استفاده کردم. روی نوت سی بوده هت من، این بوده، ببین. آوردمش روی سول دیز، یه مقداری چیزتر صدا بده، بمتر صدا بده. با ولوسیتیش بازی کردم، ولوسیتیش خیلی هم بازی کردم به خاطر اینکه نمیخواستم یک نواخت باشه. دقیقا دونه دونه تک تک این ولاسیتی ها رو من دستی کار کردم. این هم حتیه که داخل ورس و بیت استفاده شده. بدین صورت این حت کار بود. این هم اسنیت. Eight to eight.
بریم سراغ پرکاشن. خب اینم من کرشم. یه رول اسنیل بهش اضافه کردم برای آخر میزان. این صدا رو میده. صدایی که بهش اضافه کردم یه دونه افیکس امبینس، این صدا بوده. یه مقدار اوتش رو بریدم از لحاظ، ببین روی این حالت مود، رو حالت ریسمپل بوده، رو حالت استرش قرارش دادم. یه اکتاف کاملا آوردم پایین، پیچش کردم آوردم پایین. بعد این نابی هم که خودش این نارنجی رنگ شده بر وزن زمان حالت اتوماتیک وار اینو برده عقب، لولش کردم و این مقدار از تهش بریدم. این کار با این افیکس انجام دادم. اینجا هم این تا اینجا بوده، کوتاهش کردم گذاشتم سرزد. بعد یه افیکس اینجا بود، یه کرشه در واقع، یه کرش اینجاست. بعد رو حالت استرچ قرار دادم، یه اکتاو بردم پایین. یه رایدم اینجا دارم که دوباره از انتهاش بریدم، کار خاص دیگه‌ای باهاش انجام ندادم. بعد اینجا هم یه مقداری اومدم از آخرش بریدم. اینم یه کرش. جو میده به کار. بعد فعل مجموع این شد بیت. فعل مجموع این شده، کار دیگه انجام ندادیم. همین. فکر میکنم تک تکش رو براتون توضیح دادم. امیدوارم که دوست داشته باشین و یک بار دیگه گوش میکنیم و بعدش هم دیگه ببینیم.
خیلی مخلصم. ارادت خدمت تک تک شما رفیقای عزیزم. یه چیز صادقانه من بهتون بگم، ببین من خیلی دوست دارم فعالیت بکنم خب توی یوتیوب یا هر شبکه اجتماعی، ولی چون که حالا من به موضوع حمایت اصلا هیچ کاری ندارم خب، چون اصلا نمیدونم باید راجع به چی ویدیو درست بکنم، چی رو دوست دارین یاد بگیرین، چی رو دوست دارین من باهاتون به اشتراک بذارم. به خاطر همین اصلا من نمیدونم چی باید بسازم. دیگه اینم فعل بدایه درست کردم، این قسمت رو گفتم این بیتی که زدم و براتون بذارم شاید دوست داشته باشین. توی کامنت واسه من هر سوالی دارین بذارین، به من ایده میده اون سوال، ایده به من میده مثلا من بدونم آقا راجب 808 ویدیو بسازم، راجب های هات، راجب اسنیر، یه اکتیویتی، یه فعالیتی، یه انرژی هم به من بدین که همه چی قشنگتر شه. خیلی ممنونم از لطفتون، شب خوبی داشته باشین. خیلی مخلصم. کانال ارتباطی رو براتون زیر و این بالای این ویدیو من میذارم، تلگرام و کانال تلگرام و اینستا، اینو هرچی لازمه رو خدمتتون میذارم. خوشحال میشم که منو همراهی بکنین و با هم دیگه بهتر کنیم. دوستتون دارم. ارادت. خیلی چاکرم. فعلا.